اگه این 5 اشتباه انجام بدی، ماشینت داره آروم آروم جون میده. اشتباه اول، تعویض دیر هنگام روغن موتور. روغن موتور نقش خون توی موتور رو داره. اگه دیر عوضش کنی، قطعات داخلی ساییده میشن، مصرف بالا میره و موتور آسیب جدی میبینه. اشتباه دوم، استفاده از آب شهری داخل رادیاتور. آب لوله کشی پر از رسوب و املاحه. به مرور رادیاتور و واتر پمپ رو از کار میندازه. همیشه از آب مقطر یا ضد یخ استاندارد استفاده کن. اشتباه سوم، باد لاستیک نامناسب. کم یا زیاد بودن باد لاستیک باعث سایش غیرعادی، افزایش مصرف سوخت و حتی ترکیدن لاستیک وسط جاده میشه. ماهی یه بار باد رو تنظیم کن. اشتباه چهارم، بی‌توجهی به فیلترها. فیلتر هوای کثیف باعث فشار به موتور و افزایش مصرف بنزین میشه. فیلتر کابین هم اگه کثیف باشه، هوای آلوده تنفس میکنی. اشتباه پنجم، بی‌توجهی به سرویس های دوره‌ای. ماشین مثل بدن انسان نیاز به چکاپ داره. اگه از سرویس های منظم غافل شی، باید منتظر خرج سنگین باشی. اگه یکی از این اشتباه ها رو کردی یا کسی داره انجام میده، براش این ویدیو رو بفرست. تو کامنت ها هم بگو کدومش رو قبلا انجام دادی.